بعد از آن که عیسی تمام سخنهایش را به مردم گفته شد، وارد شهر کفرنهم گشت. در آنجا یک سردار لشکر خدمتگاری داشت که برایش عزیز بود. این خدمتگار بیمار شده در بستر مرگ می‌خوابید. سردار لشکر آوازه عیسی را شنیده پیران یهودی را پیش او فرستاد که تا التماس کنند که آمده خدمتگارش را شفا دهد. آنها نزد عیسی آمدند و بسیار التماس کرده گفتند: این سردار لشکر سزاوار آن است که برایش چنین کار را بکنی، چون که وی خلق ما را دوست می دارد و برای ما جماعت خانه ساخته است. عیسی همراه آنها رفت. هنگامی که به خانه نزدیک می شد، آن سردار دوستانش را فرستاد که از نام وی به عیسی چنین گویند: خواجه، از این زیاد زحمت نکش، زیرا من سزاوار آن نیستم که تو از در من درآیی. به همین سبب خود را مناسب ندانستم که نزد تو بیایم. تنها یک امر ده و خدمتگارم شفا می یابد. زیرا من یک فرمان بردار هستم و در زیر اطاعت خود نیز سربازان را دارم. وقتی که به یکی رو می گویم می رود و دیگر بیا می گویم می آید، و اگر به خدمتگارم فلان کار را بکن گویم، او البته آن کار را اجرا می کند. عیسی این را شنیده حیران شد و به مردم بیشماری که از پس او می آمدند روی آورده گفت: به شما می گویم که حتی در بین اسرائیلیان کسی را ندیدم که چنین ایمان قوی داشته باشد. فرستادگان سردار لشکر به خانه برگشت، دیدند که خدمتگار صحت شده است. دیر نگذشته عیسی همراه شاگردان و شماره زیادی مردم به شهر ناین رفتند. او به دروازه شهر نزدیک شده دید که مرده را می برارند. آن مرده پسر یگانه بیوزن بود و ساکنان زیادی شهر همراه آن زن روانه بودند. خداوند عیسی آن زن را دیده دلش به حال وی سوخت و به او گفت: گریه نکن. بعد نزدیک آمده دست خود را روی تابوت گذاشت و تابوت برداران ایستادند. سپس او گفت: ای جوان، به تو می گویم برخیز. مرده از جایش برخیسته نشست و به سخن در آمد و عیسی او را به مادرش سپارید. همه را ترس و هراس فرا گرفت و مردم خدا را حمد و ثنا خوانان می گفتند: خدا به خلق خود نظر انداخت و در بین ما پیغمبری بزرگ پیدا شد. آدمان در تمام یهودیه و گرد و اطراف آن درباره عیسی نقل می کردند.